السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالم بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب بحثمون رسیده بود به یکی دیگر از معدات اجتهاد که عبارت بود از علم شریف رجال. البته کاربرد علم رجال در جایی است که منبع استنباط به اجتهاد ما سنت باشه، چون غیر از سنت ما دیگه نیازی به علم رجال نداریم. در جلسه گذشته اولین بحثی که مطرح کردیم تعریف علم رجال بود که گذشت. رسیدیم به بحث اقوال در باب علم رجال. پیش از این که ادامه بحث اقوال رو داشته باشیم، یک نکته رو جلسه گذشته غفلت کردیم. این رو همون بعد از تعریف علم رجال آقایون ملحق بکنن، کسانی که مباحث رو می‌نویسن، و اون در رابطه با وجه تسمیه علم رجال به علم رجال است. من اینجور نوشتم: لماذا سمی علم الرجال به هذا الاسم؟ چرا علم رجال رو علم رجال نامیدن، با حال اون که ما بخشی از روایات رو داریم که راویانشون خانم‌ها و بانوان هستند، ولی مع ذالک ما میگیم علم رجال. در رأس این رواتی که از بانوان باشند سیدت النساء العالمین حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است، یا در برخی روایات حضرت فاطمه معصومه علیها سلام می باشد. اصلا یک روایتی هم داریم معروف به فاطمیاته، یعنی سلسله این سند چند تا فاطمه قرار دارند. پس با توجه به این که ما در برخی از روایات در سندشون بانوان وجود دارن، مع ذالک اسم این کتاب رشته را گذاشتیم علم رجال. لماذا سمی علم الرجال به هذا الاسم؟ پاسخ این است که بنده اینجور یادداشت کردم: انما سمی علم الرجال بذالک لغلبت الرجال علی النساء، لغلبت الرجال علی النساء فی اسانید الروایات، و الا ان من النساء من یروین الاخبار، و الا ان من النساء من یروین الاخبار. پس وجه تسمیه غلبه هست، چون غالب روات ما آقایان هستند. بله، اسم این علم رو گذاشتیم علم رجال، و الا خصوصیت خاصی ندارد. این هم یک نکته هست که گاهی اوقات اگر سوال بشه، ما در این تعداد از روایت ها خدمت هست کنم که راوی این روایت ها بانوان هستن،
چرا شما اسم این علم رو گذاشتین علم رجال؟ میگین از باب تقلیبه، چون غلبه روات با آقایانه اسم این علم رو گذاشتیم علم رجال. خب اینم یک تذکر داخل پرانتز بود که بعد از مطلب اول، یعنی بعد از اینکه علم رجال رو تعریف کردیم، این تذکر بجاست که وجه تسمیه این علم به علم رجال از چه باب می باشد. خب برگردیم به بحث دیروز ما. عرض کردیم که در رابطه با علم رجال 3 دیدگاه وجود دارد. یک، گفتیم یک نگاه افراطی که اصلا گفتن بدون علم رجال استنباط ممکن نیست. این نگاه افراطی بود. یه نگاه هم گفتیم نگاه تفریطی بود که گفتن اصلا ما نیازی به علم رجال نداریم، که گفتیم این نگاه هم نگاه حضرات اخباری می باشد. یه نگاه سومی هم وجود داشت، نگاه تعدیلی بود، با آن این که فرمودن در مورد روایاتی که از شهرت برخوردار هستند اینجا دیگه ما نیازی به علم رجال نداریم، اما نسبت به سایر روایات و علم رجال ضروریه، حتما باید ما به کمک علم رجال نظر بدیم در اعتبار و عدم اعتبار روایات. روشن شد؟ اینم قول سوم. از اونجایی که طرف اصلی بحث ما در اینجا حضرات اخباری می باشند، لذا گفتیم که بجاست که ما ادله اینها رو بررسی بکنیم. مرحوم استرابادی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الفوائد المدنیه خودش قریب به 12 دلیل ذکر کرده بر این که ما در استنباط احکام شرعی نیازی به علم رجال نداریم. بعد از ایشون هم بزرگان دیگر اومدن همین مشی رو ادامه دادن. خدمت شما عرض کنم که این رو هم دوستان میخوان یادداشت بفرمان، خوبه. مرحوم محمد باقر مجلسی هم یکی از چهره‌های سرشناسی است که نسبت به علم رجال، البته نه اون نگاه تند و تیز افراطی مرحوم استرابادی، ولی تو همون مسیر قرار داره، میگه نیازی به علم رجال نیست. تعبیری که بعضی از بزرگان در برابر شخصیت مرحوم آقای مجلسی نوشتن، اینم یادداشت کنید خوبه. فرمودن که علامه محمد باقر مجلسی در حقیقت مجتهدی است اخباری مسلک، مجتهدی است اخباری مسلک که نه به اصول اخباری ها دل بسته، یعنی میگه 100% ما نیازی به علم رجال بفرمایید نداریم، و نه تمام قواعد مجتهدین اصولی رو به کار بسته. خب قواعد مجتهدین اصولی چی بود؟ تازه خوندیم. فرمودن که ما نیازی به علم رجال داریم، بدون علم رجال اجتهاد ممکن نیست. ولی خب یک دلبستگی ویژه‌ای دارد مرحوم مجلسی به اخبار که هرچه هست و نیست همین اخبار ما به کمک اخبار میتوانیم استنباط بکنیم. این فرمایش ایشون رو در مقدمه مرآت العقول دقت کنید قشنگه. ایشون میفرماید حقیقت علم لا یوجد، حقیقت العلم لا یوجد
الا در اخبار اهل بیت. و سبیل نجات و هدایت هویدا نمیگردد الا با فحص در آثار اهل بیت. یعنی هر چی میخوایم و نمیخوایم باید بریم بله در خانه اهل بیت علیهم السلام. منتها ایشون یک مجتهده، یعنی صرفاً یک اخباری نیست. واقعاً تو کتاب بهارالانوار و جاهای دیگر گاهی اوقات جمع میکند بین اخبار، یک نظر استنباطی داره. بله. بعد از مرحوم علامه مجلسی همین شیوه ایشون رو، کدوم شیوه؟ یعنی یک مجتهدی هست که نه مسلک اخباری صرف را و نه مسلک اصولی صرف را، بین بین. بعد از ایشون مرحوم شیخ یوسف بهرانی است. شما الحدائق ناظره رو وقتی دقت بکنید میبینیم ایشون هم مشی اخباری متوسط رو داره. بله ایشون هم البته یه تفاوت بین مرحوم صاحب حدائق و مرحوم مجلسی است. صاحب حدائق ابتدا اخباری صرف بوده، بله اخباری صرف بوده، ولی بعدن از این اخباری صرف بودن بیرون اومد. من اینجا نوشتم که طریق حد وسط رو مثل علامه مجلسی قبول کرده. یعنی نه ما مثل اون اخباری های دو آتشه باشیم که بگیم اصلا علم رجال به درد نمیخوره، و نه این تعریفی باشیم مثل گروه اول که بدون بگیم علم رجال اصلا استنباط امکان نداره. پس بنابراین خود اخباری ها هم به دو دسته تقسیم میشن: اخباری های افراطی و تند که اصلا علم رجال رو بها نمیدن، ولی اخباری های حد وسط مثل مرحوم مجلسی و مرحوم صاحب حدائق. خب این دو تا نکته بود که گفتیم قبل از اینکه ادله‌شون رو بخوانیم تذکرش مفیده. پس ما میگیم که اخباری ها نگاه مثبتی به علم رجال ندارن، این دقت رو هم داشته باشیم. منظور اون اخباری های تند و تیز هستن. چی؟ شیخ صدوق هم جز همین دسته دوم میشه، یعنی حالت افراطی اینا نداره. خب دلیل اولشون رو اگر نظر شریف شما دوستان باشن ادعا کرده بودن که احادیث کتب اربعه همشون صحیحه. بله مرحوم آقای استرابادی این ادعا کرد. بعضی ها پا رو فراتر گذاشتن، گفتن نه کتب اربعه بلکه تمام کتب حدیثی ما صحیح و معتبر هستند. دقت کردید؟ صحیح و معتبر هستند. ما نیاز به خدمتتون از کنه علم رجال نداریم. این جمله از مرحوم صاحب حدائق رو امروز من یادداشت کردم. ایشون بعد از اینکه کلامی از شهید اول میارن رضوان الله تعالی در رابطه با اعتبار اصول 400 گانه اربعه مئه، بعد از این کلام شهید اول میارد این جمله رو داره که ما نیازی به علم رجال نداریم. این جمله خیلی قشنگه که بی نیازی از علم رجال و همین روایات برای ما چیه؟ کافی هستن. در تایید فرمایش شهید اول این جمله ولعمری حاصل تقیب ولعمری یعنی چی؟ یعنی به جان خودم قسم. خب ولعمری انه کلام نفیس
حاصل منظور یعنی چی؟ یعنی کلام شهید اول یک کلام نفیسی ارزشمنده. ولعمری انه کلام نفیس یستحق ان یکتب النور علی وجنات الحور. تعبیرات علمای قدیم و هنوز که میگه این کلام شهید یک کلام ارزشمندی است که سزاوار است که مثل این که نوری را بر پیشانی حور بنویسند. یعنی این مقدار کلام شهید چی داره؟ ارزش داره. حالا حور با همه اون نورانیت و زیبایی هایی که داره میگه با خطی از نور به پیشانی حور نوشته بشه. تعبیر بعدیش قشنگه. و یجب ان یستر بالخناجر علی الحناجر. و یجب ان یستر بالخناجر علی الحناجر. میگه باز سزاوار داره با خنجرها روی حنجرها بنویسن که آقا این اصول اربعه همه درسته، کتب اربعه روایاتشون چیه؟ درسته و ما نیازی به علم رجال نداریم. حالا کی جرأت داره مخالفت بکنه؟ بله؟ میگه اینقدر این سخن متین درسته، با نور بر پیشانی حور و با خناجر بر حناجر نوشته شود که این اصول اربعه از این استحکام برخورداره و روایات کتب اربعه از این اعتبار برخورداره. خب ما دیگه چه نیازی به خدمتتون عرض کنم که علم رجال داره. خب در رابطه با نقد این دلیل اول چند تا جواب بدیم. جواب اول کلامی است از مرحوم سید نورالدین عاملی در کتاب الشواهد المکیه. الشواهد المکیه در حاشیه بر الفوائد المدنیه مرحوم استرابادی داره. خب پس اصل کتاب الفوائد المدنیه مال مرحوم استرابادی است. جناب سید نورالدین موسوی عاملی یک کتابی داره الشواهد المکیه فی حاشیه علی الفوائد المدنیه. ایشون وقتی کتاب فوائد مدنیه مرحوم استرابادی رو خوند، ایشون این گونه ابراز عقیده کرد که ما اصلا نیازی به علم رجال نداریم. ایشون یه نقدی نوشته، یه حاشیه ولی مطلب زده. متن فرمایش ایشون اینه. فرمود این دلیل اخباری ها نوعی فریب خوردن است. نوعی خوردن است، یعنی خودشون داره خودشون رو فریب میدن. مگه میشه ما این همه روایات داشته باشیم نیازی به علم رجال نداشته باشیم؟ فرمود این نوعی فریب خوردن است. دلیل، این دلیلش خوبه. میفرماد اگر سخن اخباری درست بود خود مؤلفان کتب اربعه به این نکته اشاره میکردن. خیلی مطلب قشنگه. گرفتی مطلب رو؟ میگه آقا داری خودتون رو فریب میدید. چرا؟ میگه اگر واقعا تمام روایات کتب اربعه
از چنین اعتباری برخوردار بودن. خب خود مؤلفان کتب اربعه یعنی محمدون ثلاث به این مسئله اشاره میکردن. ما تو فارسی یک مسئله میزنیم، میگیم کاسه از آش داغ‌تر. چی؟ کاسه از آش داغ‌تر. یعنی خود مؤلف نگفتن تمام روایات ما چیه؟ صحیح است و نیازی به علم رجال نداریم. چطور شما دارید این ادعا رو میکنید؟ این یک نوع فریب خوردن است. دقت فرمودید؟ بعد دلیل دیگر بیارید شما. پس دلیل اول تو نقد چیه؟ اصل این سخن مردود فریب خوردنه. چرا؟ چون اگر چنین مطلبی بود خود مؤلفان این کتب اربعه مطلب رو میگفتن که آقا ما زحمت کشیدیم این روایات همه صحیح هست و نیازی به علم رجال نداریم. این اولا. ثانیاً این ادعای اخباری با سخنان خودشون درباره تضاد و اختلاف احادیث سازگار نیست. یعنی چی؟ یعنی خود اخباری آمدن اعتراف کردن در کتب اربعه ما یک سری روایاتی داریم با هم چه متضادن، متعارضن. خب آقای فیاض این متعارض بوده یعنی چی؟ قطعاً از حضرات معصومین نسبت به یک مسئله دو تا کلام متعارض، پس معلومه که یکی صادر شده یکی صادر نشده. حالا از کجا بفهمید کدوم صادر شده کدوم صادر نشده؟ پس آقای اخباری، آقای استرابادی، همین که خودت اقرار میکنی در کتب اربعه ما یه دسته روایاتی داریم که با هم تعارض و تضاد دارن و قطعا متعارضین. خود دیدی از باب تعادل راجی اول کاری که باید بکنیم این است که ببینیم آیا هر دو روایت حجت هستن یا حجت نیستن، چون هیچ وقت بین حجت و لا حجت تعارض نمیشه. درست شد؟ خب از کجا من بفهمم این دو تا روایت متعارض یکیشون حجت دیگری حجت نیست یا هر دوشون حجت هستن؟ اولین شرطش این که من سندش رو بررسی بکنم ببینم کدام سند درست داره تا من بگم صدر عن الامام علیه السلام، دیگری سندش درست نیست بگیم این لا یستر که اختلاف برطرف بشه. پس تعارض دو تا دلیل، تضاد دو تا دلیل فرع بر این است که هر دو دلیل چی باشن؟ معتبر باشن. و شرط اعتبارم چیه؟ بله، سند درست داشته باشن. از کجا بفهمین سند درست دارن؟ علم رجال. پس خود حرف شما نقض ادعای خودتون. نمیدونم دلیل دوم روشن شد یا نه. پس خود حرف و اعتراف شما نقض مدعای شماست. از یک طرف میگید همه روایات کتب اربعه چی هستند؟ معتبرن، اما از یک طرف میگید که ما در این کتب روایات اخبار متعارض هم داریم. باز تو مسئله فارسی میگیم که قسم حضرت عباس رو قبول کنیم یا دوم خلص رو. شما از یک طرف میگه همه روایات چیه؟ صحیح است، از یک طرف باز میگی که نه ما روایات متضاد و متعارض هم داریم. درست شد؟ اینم ثانیاً ثالثاً قشنگه باز. ثالثاً
مرحوم سید نورالدین مدعی است که آقای استرابادی در مواضعی و مواردی به کتب رجال استناد کرده است. دقت فرمودید؟ در مواضعی به کتب رجالی استناد کرده. درست شد؟ اگر تمام روایات کتب اربعه درسته، چرا باید به علم رجال استناد کرد؟ ببین، اگر شما دارید یک قاعده بگید، قاعده حتی یک مورد هم نباید نقض داشته باشه. عنایت فرمودید؟ مگر کسی بگه که جناب صاحب حدائق از اون مشی اولی خودش که اخباری صرف بوده دست برداشت و حالت حد وسط رو گرفت. گفت نه اخباری صرف نه اصولی صرف. مجتهدی است که خیلی جاها از خدمت علم رجال استفاده نمی‌کرد، اما در بعضی جاها اصولی میشد، یعنی از قواعد رجالی استفاده میکرد. یا حرف جناب آقای سید نورالدین و اشکال سید نورالدین رو ما اینجوری پاسخ بدیم. این هم جواب چندم؟ جواب است. جواب چهارم، شاید تو لابلا هم باشه، تکرار شده باشه، ایشون میفرماید که خود صاحبان کتب اربعه تمام اخبار خود را صحیح نمیدانستند و مدعی قطعیت صدور اخبار کتب خود را نداشتند. یعنی هیچ کدوم از این محمدون ثلاث نیامدن بگه تمام روایات ما چیه؟ قطعی و صدور است. حالا بعضی مثلا میان میگن که خب مرحوم آقای کلینی به عبارت معروف الکافی کافن لشیعتنا، بله این دلیل بر نیست که بله این کتاب کافی فی جمله برای اثبات حقانیت کافیه، بله، اما معناش این نیست که تمام روایاتش چی باشه؟ قطعی و صدور بوده باشه. این خلاصه دلیل اول و نقد آن. از خلاصه دلیل اول چی شد؟ اخباریا چرا به علم رجال نیاز نداریم؟ چون تمام روایات کتب اربعه ما صحیح هستند. بل نه تنها کتب اربعه، هر کتاب روایی که ما داشته باشیم روایاتشون صحیح هستند، پس دیگه نیازی به علم رجال نداریم. مجموعاً 3-4 تا نقد بر این دلیل اول وارد. اما دلیل دومی که این آیون آوردن هم یادداشت بفرمایید، عدم حجیت و دیدگاه رجالیون. بله آقا فلان رجالی مثل شیخ طوسی، مثل نجاشی، میگه فلان راوی ثقه هست، فلان راوی ثقه نیست. خب آی کشی این حرف رو زده، آی نجاشی این حرف رو زده، شیخ طوسی در رجالش نسبت به یک راوی که در سند روایتی این حرفا رو زد. حرف ایشون که برای من فقیه حجت نیست. درست شد؟ حجت نیست. چراش مهمه این مدعا. اما دلیل این ادعا چیه؟ میفرمایند که دیدگاه اهل رجال از دو حال خارج نیست.
عزیزان خوب گوش بدید این چیزها رو. این بحث اجتهاد به قول یکی از اساتید میفرمود که تو بازار گذرخان ریخته نیست که بگیم آقا چند کیلو به من بده. نه، این اجتهاد، قوه اجتهاد با همین دقتکاری ها برای آدم تحقق پیدا میکنه. ببین الان این حرفشون باید باز بشه. دلیل دومشون میگه آقا حرف رجالی برای شما مجتهد حجت نیست. خب علمی که پایش این مسائل باشه، حرفایی که باشه برای دیگران حجت نیست. خب برید چرا برید علم بخونید؟ دقت کنید. بله حرف رجالی برای خودش ارزش داره، اما حرف ایشون برای من مجتهد ارزش نداره. از قدیم چون دیدگاه اهل رجال از دو حال خارج نیست، یا نظر اجتهادی آنان است که میگویند من اجتهاد کردم و به نظر من فلان راوی موثق است، یا فلان راوی موثق نیست. در این صورت اجتهاد رجالی برای مجتهد دیگر ارزش ندارد، چون تقلید در مباحث رجالی دلیل شرعی ندارد. روشن شد؟ این اخباریان بی جهت حرف نزدن. خب حالا اینجا باید شما وارد بشید این دلیلشون رو رد بید. میگه آقای کشی، آقای شیخ توسی، شما که میگید فلان راوی علی ابن ابراهیم موثق است، به چه دلیل؟ میگه من تحقیق کردم، برداشت من این از ادله که ایشون آدم موثقی هست، اما فلان راوی رو تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم برداشت من ایشون موثق نیست. پس حرف جناب نجاشی که میگه فلانون موثقون فلانون غیر موثقن، این حرفش پشتوانش اجتهادشه. میگه نظر اجتهادی من اینه. خب اگه نظر اجتهادی باشه، نظر اجتهادی یک مجتهد برای مجتهد دیگه حجت هست یا حجت نیست؟ خب شما مثل بزرگوار بیاد یک رساله عملی هم بنویسه، بعد دیدن که آقا اصلا رفته کپی کرده از یک، بعد حتی اینم حذف نکرده که فقیه اول گفت که تفصیل این مسئله رو در فلان کتابم گفتم، این رو هم آورده که میشه تقلید در اجتهاد. که بعد میگه هر چی فلانی گفته منم نظرم همون است. این مجتهد نشد شما، چون میشه مقلد. بله تقلید در اجتهاد به این معنا یعنی مجتهد از مجتهد چیکار کنه؟ تقلید بکنه، پس او دیگه مجتهد نیست. و چنین تقلیدی هم هیچ وجه شرعی نداره. بله در باب احکام شرعیه ما دلیل عقلی و نقلی داریم که اگر شما حکم شرعی را نمیدانید، برو از فلان مجتهدی که حکم شرعی را میداند تقلید کن. مجوز برای تقلید داریم، اما در باب علم رجال بفرمایید چنین مجوزی نداریم که یک مرجع تقلید بکند از فلان رجالی، در صورتی که نظر رجالی از باب اجتهاد باشد. درست شد؟ صورت دوم
یا این که نظر رجالی برای توثیق یا عدم توثیق یک راوی نوعی شهادت باشد. جناب نجاشی یا کشی که میگه علی ابن ابراهیم موثقان، یعنی اشهد ان علی ابن ابراهیم موثقان. نمیگه من اجتهاد کردم به این نتیجه رسیدم، نه میگه من گواهی میدم، من شهادت میدهم که فلانی موثق است یا فلانی موثق نیست. ادامه بدید. از آنجایی که شهادت بر دو قسم است، شهادت حدسی و شهادت حسی. آنچه را از این دو قسم ارزش دارد، این دو شهادت، آنچه را از این دو قسم اعتبار دارد شهادت حسی است، در حالی که شهادت رجالیون درباره روات احادیث اگر نگوییم همه اش ولی غالباً حدسی است و شهادت حدسی هم اعتبار ندارد. من فکر کنم دیگه مطلب جا افتاده دیگه. میگه این حرفی که آقای رجالی در رابطه با قضاوتی که حضرات رجالی نسبت به روات میکنن، یا این قضاوتشون از باب اجتهاده یا از باب شهادته. اگر از باب اجتهاد باشد، ولی اگر از باب اجتهاد باشد، اجتهاد این آقا برای مجتهد دیگر ارزش ندارد. چرا؟ چون مجوز شرعی برای تقلید ندارد. و اگر از باب شهادت باشد، این شهادتشون چیه؟ حدسیه، در حالی که باید شهادت حسی باشه تا ارزش داشته باشه. شما الان تو محکمه میرید در رابطه با فلان قاتل شهادت میدین، قاضی از شما چی میگه؟ میگه خودت دیدی؟ بله؟ خودت دیدی که فلانی رو کشت؟ شهادت با چی باشه؟ حسی باشه. شما میگه نه من تو خونه بودم صدای تفنگ رو شنیدم، این میشه شهادت حدسی و شهادت حدسی ارزش نداره. این خلاصه دلیل دومتون. بفرمایید آقا جان. بفرمایید. شهادت تقلید موضوعات خارجی نیست که باید دو نفر شهادت برسید. بله؟ اینجا شهادت در مورد موضوعات خارجی نیست. بله، شما در فلان حالات فلان شخص شهادت میدید دیگه. یک نفر کافیه؟ اون تعداد کار نداریم. این بحث روی این که حتی 3 رجالی هم بیان شهادت بدن، شهادتشون چیه؟ میگه ان حدسن می باشه، چون اضافه شدن حدسی بر حدس دیگر دلیل بر قبولیت نیست. تو ریاضیات میگن شما یه 0 داشته باشید، 10 تا 0 هم دیگه کنارش اضافه بکنی چند میشه؟ 0. دقت کردید؟ به جای 10 تا نه 1000 تا 0 دیگه اضافه کنی بازم چیه؟ 0. اینجا میگه شهادت حدسیه. خب میگم نظر جناب کشی چیه؟ شهادت حدسیه. آقای شیخ طوسی هم شهادت داد، شهادت چیه؟ حدسیه. درست شده؟ نجاشی هم همین گفت. خب شما 100 تا رجالی هم بیاین شهادت بدن، اگر شهادت بشه حدسی ارزشی ندارد. شهادت باید چی باشه؟ حسی باشه.
حالا چرا اینا میگن شهادت حدسیه؟ شهادت حدسیه یعنی شهادت این رجالیون در رابطه با روات حدسیه. اگر نگیم همه، غالب این شهادت ها چیه؟ حدسیه. چرا؟ چون آقای نجاشی تو قرن سوم بود، خیلی روات در قرن چی بودن؟ اول بودن. این داره تو قرن چهارمه شهادت میگه فلان راوی که قرن اول بوده موثق است یا موثق نیست. معلومه که این شهادت چیه؟ حدسی میباشد. درست شد؟ پس خلاصه دلیل ثانی چیه؟ این حرف حضرات رجالی یا از روی اجتهاد است یا از روی چیه؟ شهادت. اگر اجتهاد باشد، اجتهاد او برای مجتهدین دیگر حجت نیست و ارزش نداره، لا اعتبار له. و اگر این حرفشون از باب شهادت باشه، بله شهادت عن حس باشد له وجه، اما اینها اگر نگیم همشون، اکثرشون شهادتشون حدسیه و شهادت حدسی هم که حجت نمی باشد. این خلاصه دلیل دوم. یلاحظ علی، اما نقد و جواب دلیل دوم ان شاء الله اگر خدا عمری بده جلسه آینده من اینجوری مکس میکنم که دوستانم برن فکر کنن، یه تحقیق بکنن. دقت کردین؟ اصلا ببین کجای کار این آقایون اشکال داره. دقت فرمودید؟ اینی که ایشون فرمودن اگر از روی شهادت باشه یا اجتهاد، شما همون جواب اول باید بگید که نظر رجالی شهادت است و اجتهاد نیست. یعنی از این دو احتمال ما احتمال دوم انتخاب میکنیم که حرف رجالی از باب اجتهاد نیست، تا شما بگی اجتهاد یک مجتهد برای دیگری ارزش نداره. ببین از اون دو احتمال بال یک احتمال شما قطع کردید. دقت کردید؟ میگیم آقای اخباری ما میپذیریم که شهادت رجالی از باب شهادته، از باب اجتهاد نیست. درست شد؟ حالا بیاد تو همان وجه دوم باش در بیفت. حالا اگر از باب شهادت باشه، جناب اخباری چی گفت؟ چون شهادتش حدسیه، شهادت حدسی ارزش نداره. ما فردا باز بکنیم آیا این شهادت حدسیه یا حسیه. علا فرضاً که حدسی باشد، آیا همه جا شهادت حدسی حجت نیست یا نه؟ خیلی جاها ما داریم که شهادت حدسی چیه؟ حجته. نقشه رو گرفتیم دار چجوری میخوام رو پیدا کنیم. از کرد این مسائل زنجیروار با هم وصله، فکر باید بکنیم. حال معروف اون بزرگواری که گفتیم 7 روز یک دوره خارج اصول رو گفت، دلیلش چی بوده؟ به جدم قسم. دقت کردید؟ قسم به جد خوردن مشکل حل نمیشه. حرف باید عالمانه زده بشه. ببین الان ما در توجیه فرمان شما یک جلسه رو اختصاص دادیم به یک دلیل، ولو این دلیل رو قبول نداری، اما حق مطلب رو ادا کن. فهم درستی از کلام اخباری ها گفتن بزرگانی هستن اینها، مثل صاحب حدائق توشونه، مرحوم استرابادی هست، مرحوم علامه مجلسی گفت تو میانشون. خب این بزرگان بی جهت که حرف نمیزن. خود فهم کلام بزرگان دقت میخواد. خب ما به اندازه فهم قاصر خودمون اومدیم دلیل دومشون رو جا انداختیم و الان هم مدعی هستیم که این دلیل دومشون هم ناقصه. اما به چه دلیل؟ یه راهنمایی کردم که انشالله تا هفته دیگه فرصت داریم مطالعه کنیم، رو اون احتمال اول خط بکشید که حرف رجالی از باب اجتهاد نیست. چون از باب اجتهاد باشه ما هم مثل شما اخباری قبول داریم اجتهاد یک مجتهدی بر مجتهد دیگه ارزش نداره. پس اینا از باب شهادته.
حالا باید اولا اثبات بشه که این شهادت حدسیه. ثانیاً اگر شهادت حدسی باشه آیا همه جا لا حجت هستن یا در برخی موارد شهادت حدسی هم اشکالی ندارد. این انشاءالله طلب دوستان برای هفته آینده به شرط حیات و سلامت و توفیق الهی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.